نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ملی مصر جلالت مآب کرزی د اجرایه ریاست محترم رئیس جناب دکتر عبدالله جناب دانش جناب آمدزیا مسعود، جناب قانونی جناب خلیلی معظم معاونین محترم اجرایه، رهبران جهادی، شخصیت‌های معظم سیاسی، اعضای ستر محکمه، رئیس مشران جرگه، وکلای محترم ملت و هموطنان گرامی، خواهران و برادران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وفات مارشال محمد قسیم فهیم، معاون اول ریاست جمهوری، در 18 اوت سال گذشته یک خبر اندوهگین برای مردم افغانستان بود. مارشال افغانستان محمد قسیم فهیم در سن 56 سالگی وفات کرد. وی فرصت زیاد داشت تا برای کشور و هموطنانش خدمت کند، اما حکم قضا چیز دیگری بود. مارشال فهیم هم در سیاست و هم در میدان نظامی شخصی بود که جایگاه ویژه‌ای را در تاریخ چند دهه گذشته کسب کرده است. وی در نوجوانی رو به جهاد گذاشت و بیشترین عمر خویش را در مبارزات مسلحانه سپری کرد. ایشان همیشه در کنار قهرمان ملی افغانستان شهید احمد شاه مسعود به عنوان دوست نزدیک وی قرار داشت و پس از شهادت احمد شاه مسعود در یک شرایط خیلی حساس و پیچیده رهبری جبهه را که یک مسئولیت سنگین بود به عهده گرفت. مسئولیت پذیری و انجام رسالت مخصوصاً در حالات دشوار از ویژگی دیگر مارشال فقید افغانستان بود. در جریان سالهای 1370 که پایتخت کشور در جنگ‌های داخلی می‌سوخت، مرحوم قسیم فهیم مسئولیت‌های مهم را به عهده گرفت و برای برگردانیدن ثبات تلاش‌های زیادی انجام داد. به همین گونه پس از سقوط رژیم طالبان و ایجاد روزنه جدید امید تحت رهبری جلالت مآب حامد کرزی برای تحقق آرزوهای مردم، باز هم مارشال فهیم نقش کلیدی را در روی کار آمدن نظام جدید مبنی بر دموکراسی ایفا کرد. خصوصیت دیگر شخصیت مارشال فقید این بود که چه در حکومت و یا بیرون از آن از نظام حمایت میکرد و سخنان فرزند برومندش الحاج ادیب فهیم در تقویه نظام حکایه از رسم پدر بزرگوارش می‌نماید. همان گونه که مارشال فهیم از نظر نظامی به بلندترین مقام دست یافت، از نظر سیاسی نیز در جایگاه بلند قرار داشت. ایشان به عنوان یک سیاستمدار واقعی بین همواره مدافع وحدت ملی و مخالف تبعیض، تعصب و تفرقه بود و در حفظ تمامیت ارضی کشورش نقش مهم را ایفا کرد. دیدار آخرم با وی که یک هفته قبل از رحلت نابهنگامش بود نافراموش شدنی است. تأکید ایشان در حالی که اشکها از چشمایش میریخت بر حفظ دستاوردهای سالهای اخیر از طریق تدبیر سیاسی و وحدت ملی.
وی طرفدار ایجاد حکومت ملی بود و امروز بر آن تاکید می داشت. و بازم از الحاج ادیب فهیم ممنون هستیم. مارشال فقید طرفدار اعتدال در دین بود و حتی در دشوارترین لحظات جهاد هم راه افراط را پیشه نکرد. اعتدال مارشال فهیم طبق دیدگاه اعتدالی که داشت طرفدار نظامی بود که از طریق انتخابات به قدرت برسد. ایشان همواره روی انتخابات تاکید می‌کردند و حتی چند ماه قبل از برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری به صراحت اعلام کرد که افغانستان هیچ راه جز انتخابات ندارد. اگر مارشال فقید زنده می بود شاید مشکلات ما در سال گذشته و حال کمتر می بود. باید از نظریات مارشال فقید در مورد صلح نیز با قدردانی یاد کرد. وی همواره به شکل اصولی طرفدار صلح بود و می‌خواست مشکلات از راه تفاهم حل گردد. در سالهای جهاد بر ضد شوروی مارشال فقید وظیفه تفاهم میان گروه‌های مختلف مجاهدین را به عهده داشت و از همان زمان طرفدار تفاهم و همکاری میان مجاهدین بود و نقش مهمی را در اتحاد و اتفاق میان مجاهدین در مناطق مختلف کشور ایفا کرد. مارشال مرحوم در حالی که به بلندترین مقام‌های نظامی و ملکی رسیده بود روابط خود را با مردم در هر حال مانند سابق نگه داشت و یک فرد مردمی بود و یک قسمت بزرگ وقت خود را برای روابط مردمی اختصاص داده بود و یک شخص متواضع و صبور بود و حتی در موقع مریضی نیز آرامش خود را حفظ می‌کرد. مرگ مارشال فهیم یک خلایی را ایجاد کرد که تا هنوز کمبود آن حس می‌شود. اگرچه ایشان در میان ما نیستند اما نقش وی در تاریخ 4 دهه اخیر برجسته است و ماندگار خواهد بود. مارشال کسی نبود که فراموش شود. خداوند ایشان را بیامرزد و جنت نصیبشان کند. همچنین به ارواح پاک تمام شهدا مخصوصا شهدای حوادث اخیر درود بفرستم. پاینده باد افغانستان تل دیوی ایموگ ملی وحدت.